سنگدل و غافل و در غفلت بدن، پروردگار پرواشون ندارد. اما اگر این همه رو انجام دادن، خصوصا در ماه مبارک رمضان، رو گفتیم که من در اول صحبتم گفتم که وقتی که انسان مسلمان عبادت رو با عبادت‌های دیگر انجام میدهد، نوری علی نور میکند، این همه نورها بالای نور در روزهای سختی، در اون قبر تنگ و تاریک و در اون روز قیامت که دهشت است. و شما خوب میدونید که یک روز قیامت 50,000 سال این دنیای امتحانی ما و شما هست. ولی این دنیای امتحان است. پروردگار آورده است چند سالی میدهد و مهلت میدهد چند سالی، و هر انسانی هم عبارت از وقت است. فلانی 1950 آمد، برای 2020 رفت، پیش از اون نبود، بعد از این نیست. از یک واقعیت به یک تاریخ، وجودیت یعنی واقعیت، به یک بود یعنی به یک تاریخ میگذرد، به تاریخ میگذرد که فلانی بود. خب اگر بد باشد خدا نشان ندهد لعنتش میگوین، اگر نیک بود میگوین فلانی خدا رحمتش کند آدم خوبی بود، یا فلانی بسیار ظالمی بدی بود. یعنی این همه از هستی به بود یعنی به تاریخ تبدیل می شود در انسان عبارت از وقت است. انسان در آمدن مجبور می آید، در رفتن مجبور می رود. هیچ کس بر اختیار خودش نیامده است این دنیا، هیچ کس بر اختیار خودش نمی رود از این دنیا. و همه که رفتن مجبور رفتن، همه که ما و شما که می رویم مجبور می رویم، هیچ کس بر اختیار خود نمی رود. برای همین یعنی این فرصت طلایی می بگوییم اگر که موافق بیاید، یعنی این فرصت رو یعنی غنیمت بدونیم و این عبادت رو با عبادت ها و نوری علی نورها انجام بدیم تا اینکه در اون روزی سختی ها به دردمون بخورد. هر انسانی که نیت اینه که قلبی صاف و پاک نیکی ها انجام میده، احسان و دیگر انجام میده، همین راحت لذت و حلاوت یعنی اون نیکی هایش رو از فرزندان اهل خانوادهش میبیند. هر انسانی که نیتی بد و غرض کینه و عداوت دشمنوگری و همیشه بدی ها انجام میدهد، حتی از بیگانگان نه، از اهل و خانواده، از جگرگوشه های خودش همون بدی رو میبیند. این واقعیت است. خب این کارش هم کنیم این نیست نمیشود، یعنی باورش هم کنیم این واقعیت حقیقتی هست که تغییر دادش نمیشود. برای همین ما این باره که رمضان ماهی هست که انسان نیتش رو نیک، قلبش رو صاف و پاک، و خصوصا در ما این باره که رمضان همیشه مسلمان باید بگید که پروردگار نیتم رو نیک، قلبم رو صاف و پاک، عملم رو صالح نیک بگردان. یعنی ما دعا هست، ما اجابت دعا هست. حالا من گفتم به هر کاری هم که مشغول باشید با قلب و زبان، مدام حتی که یعنی جای مناسبی سزاواری یعنی به زبان لبورا جماندن، یعنی یکون گمان و خطر یا دیگر باشد، با قلب پروردگار، با قلب یعنی ذکر و مناجات رو باید، یعنی روزدار یا مسلمان باید که همیشه با ذکر باشد و این مورد هرچی زودتر، هرچی زیادتر، هرچی بیشتر عبادت نیکی انجام بدهم. حالا برای فرض کردیم چیز، برای عبودی و آرامی اهل خانواده و فرزندان خودت، بچم زندگی عبارت از زمین است. حالا ببینید جوانانی که گمراه شدن به هر گروه تندرو رفتن، دیگر هم پدر و مادر همه رو آزار دادن یا که جامعه رو آزار میدهند، به خاطری که به پروا بدن پدر و مادر نگفتن، حالا که دیگر پشیمانن دیگر فایده اشون نمیگیرن. برای همین دائم پدر و مادر بچم او بچه بعد یک کم تشور بیدار میشد که بیش که همین پدر بیهوده نمیگید یا همین مادر بیهوده مرا بچم نمیگید که به همین کار نرو یا معتاد نشو یا که بنگی نشو یا که دیگر یا معتاد به مواد مخدر یا به دیگر رو، یعنی حیثیت و شخصیت و مسلمانی و ایمان و شأن و شرف و آبرویت رو از بین نبر. یعنی این همه باید چیز بنده مومن باید چی داشته باشد، یعنی همیشه در تمام، یعنی همیشه با دعا باشد، چرا که ما این باره که رمضان ماه اجابت دعا است. لبین جون سلامت باشید و خیر برکتی. سلامت باشید. سوال فهمه. سلامت باشید. برادر میپرسد که آیا نافهمیده فراموشانه
چیزی خوردن روزه رو میشکند؟ نی. حتی در روایت آمدگی است که برای روزه‌دار این یک تحفه پروردگاری است، اگر به شرطی که قصدن نباشد. فراموش کرد که روزه‌دار هم آب می نوشد، یا پیاله هم باشد یا دو، یعنی هر چقدر که باشد، یعنی وقتی که نوشید یا خورد و در یادش زد که روزه‌دار هستم، در حال دهن رو چایقه میکند و روزه رو دوام میدهد، روزه‌اش نمیشکند، حتی از روزه‌اش ثواب کم نمیشود، مدامی که خود به پروا نباشد. غافلانه و فراموشانه اگر که بنوشد یا بخورد چیزی رو، روزه رو ادامه میدهد. نگوید که من خوردم حالا میخورم، اگر که دوام داد خوردن رو کفارت میشود. اما اگر که خوردن رو دوام نداد، در حال بس کرد، با مجردی در ذهنش آمد که من روزه دار هستم، حتی در دهانش بدگی خواه آب باشد خواه لقمه باشد، بیرون کردن و دهان رو چایقه کردن و روزه رو ادامه دادن، روزه رو نمیشکند. یعنی باید که بینندگان عزیز خوب درک کنند. حالا دیگر مسئله ما در فضیلت ما این مبارک رمضان گفتیم. حالا ما این مبارک رمضان مسئله زیادی دارن، سوالای خیلی زیادی آمدگی هست. مسئله مادری که شیرده هست، اگر روزه بگیرد شیرش کم می شود و اون طفلک از کمبودی شیر و غذایش رنج یا که بیمار می شود. در اینجا باید که به طبیب مراجعت کرد. حالا که شریعت میگوید که بعضی از یعنی بیماری که بیماریش اوج میگیرد، بیمار رو به خطر میبرد، برای خوردن روزه یعنی خوردن روزه اجازت است. یا مادر حامله ای که تولدش نزدیک است، یعنی اگر که خطری هست برای اون روزه خوردن اجازت است. یا مادر شیرده ای که اگر شیرش کم شود و به خطر طفلک نوزادش رو به خطر ببرد، برای این خوردن اجازت. همه این رو شریعت میگوید. لیکن من طبیب نیستم. باید که هر انسانی باید که از طبیب مراجعت کند که من بیمار هستم. درست که من میگویم که بیماری که ضرر کند روزه، در اصل یعنی رمضان برای اکثریت کل، برای بسیاری‌ها رمضان یعنی تبابت است. شخصا من خودم وقتی که روزه میگیرم احساس سلامتی، احساس سبکی، احساس راحت میکنم. در راه رفتن، در نفس کشیدن، در قرآن خواندن، در همه احساس راحت میکنم. اما یعنی بیماران مخصوصی هستند که باید که بر طبیب مراجعت کنن، حتمی که طبیب چی میگوید.